کیمیاگر. بخش 4. تازه وارد گفت در این سرزمین باده نداریم. در مذهب ما حرام است. سپس جوانک گفت که باید خودش را به اهرام برساند. نزدیک بود از گنج هم صحبت کند. اما تصمیم گرفت ساکت بماند. وگرنه کاملا محتمل بود که این عرب هم بخشی از گنج را بخواهد تا او را به آنجا ببرد. به یاد صحبت پیرمرد درباره پیشنهادها افتاد. جوانک گفت می‌خواهم اگر می‌توانی مرا به آنجا ببری. می‌توانم به عنوان راهنما به تو پول بدهم. تازه وارد گفت هیچ تصوری داری که چطور باید تا آنجا رفت؟ جوانک متوجه شد که قهوه‌چی دارد نزدیک می‌شود و با دقت به این مکالمه گوش می‌دهد. از حضور او احساس ناراحتی کرد، اما یک راهنما پیدا کرده بود و نمی‌خواست این فرصت را از دست بدهد. تازه وارد ادامه داد: باید از سراسر صحرا بگذری. برای این کار به پول احتیاج داریم. باید بدانم پول کافی داری؟ جوانک آن پرسش را عجیب یافت، اما به پیرمرد اعتماد داشت و پیرمرد به او گفته بود که وقتی چیزی را بخواهد سراسر کیهان به نفع او همدست می شود. پول را از کیسه‌اش بیرون آورد و به تازه وارد نشان داد. قهوه‌چی نیز نزدیک شد و نگاه کرد. چند کلمه عربی هم با هم صحبت کردند. قهوه‌چی خشمگین شد. تازه وارد گفت حالا برویم. نمی‌خواهد اینجا بمانیم. خیال جوانک راحت شد. برخاست تا صورت حسابش را بپردازد، اما قهوه‌چی او را گرفت و بیوقفه شروع به صحبت کرد. جوانک نیرومند بود، اما در سرزمین بیگانه بود. دوست جدیدش بود که صاحب قهوه‌خانه را به کناری راند و جوانک را به سوی در کشید. گفت پولهایت را می‌خواست. طنجه مثل سایر قسمت‌های آفریقا نیست. در یک بندر هستیم و بندرها همیشه پر از دزد هستند. می‌توانست به دوست جدیدش اعتماد کند. در وضعیتی بحرانی به او کمک کرده بود. کیسه پول را بیرون آورد و پولهایش را شمرد. دیگری پولها را گرفت و گفت می‌توانیم فردا به اهرام برسیم، اما باید 2 شتر بخرم. در خیابان‌های تنگ طنجه به راه افتادند. در هر گوشه‌ای دستفروش‌ها مشغول فروش کالا بودند. سرانجام به وسط میدان بزرگی رسیدند که بازار در آنجا به راه بود. هزاران نفر در آنجا حرف می‌زدند، می‌فروختند، می‌خریدند. سبزی‌ها با خنجرها و فرش‌ها با انواع چپخ‌ها آمیخته بودند. اما جوانک از دوست جدیدش چشم بر نمی‌داشت. هرچه بود تمام پولش دست او بود. فکر کرد آنها را از او پس بگیرد، اما گمان کرد بی‌ادبی است. آداب و رسوم سرزمین غریبی را که به آن گام گذاشته بود نمی‌دانست. به خود گفت کافیست او را زیر نظر داشته باشم. از او خیلی نیرومندتر بود. ناگهان در میان آن همه شلوغی چشمش به زیباترین شمشیری افتاد که تا آن زمان دیده بود. نیامش از نقره بود، دستش از سیاه و پوشیده از جواهرات بود. جوانک به خود قول داد که پس از بازگشت از مصر آن شمشیر را بخرد. به دوستش گفت از مغازه‌دار بپرس قیمتش چقدر است. اما متوجه شد هنگام تماشای شمشیر برای لحظه‌ای حواسش پرت شده. قلبش فشرده شد. گوی قفسه سینه‌اش ناگهان تنگ شده بود. می‌ترسید به پیرامونش بنگرد، چون می‌دانست با چه روبرو می‌شود. چشمهایش تا چند لحظه دیگر همچنان بر شمشیر زیبا دوخته بود، تا اینکه سرانجام جرأت کرد و برگشت. مردم در گوشه و کنار بازار رفت و آمد می‌کردند، فریاد می‌زدند، می‌خریدند. فرش‌ها آمیخته با فندق‌ها، کاهوها در کنار سینی‌های مسی، مردان دست در دست هم در خیابان، زن‌های چهره پوشیده، بوی غذاهای غریب و در هیچ جا، در هیچ کجا چهره دوستش را نمی‌دید. هنوز سعی داشت فکر کند به طور تصادفی او را گم کرده. تصمیم گرفت همانجا منتظر برگشتنش بماند. اندکی بعد یک نفر به بالای یکی از آن برج‌ها رفت و آغاز به خواندن کرد. تمامی مردم روی زمین زانو زدند و سر بر خاک ساییدند و آنها نیز شروع به خواندن کردند. سپس همچون گروهی از مورچگان کارگر بساط خود را برچیدند و رفتند. خورشید نیز آغاز به رفتن کرده بود. جوانک زمان درازی به خورشید نگریست تا اینکه او نیز در پشت خانه‌های سفید گرداگرد میدان ناپدید شد.
به یاد آورد که همان روز صبح وقتی خورشید طلوع می‌کرد، او در قاره دیگری بود. یک چوپان بود، 60 گوسفند داشت و می‌خواست با بازرگانی ملاقات کند که دختری داشت. آن روز صبح هر آنچه را که قرار بود به هنگام پیمودن دشت‌ها رخ دهد می‌دانست. اما اکنون که خورشید در افق فرو می‌رفت، در کشوری دیگر بود، بیگانه‌ای در سرزمینی بیگانه که حتی نمی‌توانست زبانشان را بفهمد. دیگر یک چوپان نبود و دیگر هیچ چیز در زندگی نداشت، حتی پولی برای بازگشت و آغاز دوباره همه چیز. فکر کرد همه این حوادث میان طلوع و غروب همین خورشید و دلش به حال خودش سوخت، چون گاهی در زمانی به کوتاهی یک فریاد ساده همه چیز در زندگی زیر و رو می شود. پیش از آن که آدم بتواند خود را به آن عادت دهد. از گریستن شرم داشت، هرگز جلوی گوسفندهایش نگریسته بود. با این حال بازار خالی بود و دور از سرزمین مادریش. گریست چون خدا عادل نبود و به کسانی که به رویاهای خود باور داشتند چنین پاداش میداد. در کنار گوسفندانم شاد بودم و همواره شادیم را می پراکندم. مردم آمدن مرا می دیدند و به گرمی مرا می پذیرفتند. اما اکنون اندوهگین و ناشادم، چه بکنم؟ بعد از این تلخ هستم و دیگر به هیچ کس اعتماد نمی کنم، چون یک نفر به من خیانت کرده. از آنهایی که گنج‌های نهفته را می‌یابند بیزار می‌شوم، چون گنج خود را نیافتم و همواره می‌کوشم اندک مالی را که دارم حفظ کنم، چون برای در آغوش کشیدن جهان بسیار کوچکم. خورجینش را گشود تا ببیند در آن چه دارد. شاید از ساندویچش در کشتی چیزی بر جای مانده بود، اما تنها با کتاب حجیم، خرقه و 2 سنگی روبرو شد که پیرمرد به او داده بود. با دیدن سنگ‌ها احساس آرامش عظیمی به او دست داد. 6 گوسفند را 2 سنگ قیمتی مبادله کرده بود و از درون یک سینه پوش طلا بیرون آمده بودند. می توانست سنگ‌ها را بفروشد و بلیت بازگشت بخرد. فکر کرد حالا دیگر باید زرنگ‌تر باشم. سنگ‌ها را از خورجینش بیرون آورد تا در جیبش پنهان کند. آنجا یک بندر بود و این تنها حقیقتی بود که آن مرد به او گفته بود. یک بندر همیشه پر از دزد است. اکنون سرماخوردگی صاحب قهوه‌خانه را نیز می‌فهمید. می‌خواست به او بگوید به آن مرد اعتماد نکند. من هم مثل همه آدم‌ها هستم. دنیا را به همان صورتی می‌بینم که دوست دارم باشد و نه به آن صورتی که هست. به سنگ‌ها خیره ماند. با احتیاط هر یک را لمس کرد، گرما و لیزی سطحشان را احساس کرد. آنها گنجش بودند. همین لمس کردن آن سنگ‌ها به او آرامش می‌بخشید. پیرمرد را به یادش می‌آوردند. پیرمرد گفته بود هنگامی که چیزی را می‌خواهی، سراسر کیهان همدست می‌شود تا بتوانی به آن دست یابی. می‌خواست بداند چنین چیزی چگونه می‌تواند راست باشد. آنجا در بازار خلوت بود، بدون یک پشیز در جیب و بدون گوسفندهایی که آن شب از آنها پاسداری کند. اما سنگ‌ها گواهی بر این بودند که با یک پادشاه ملاقات کرده. پادشاهی که سرگذشت او را می‌دانست، ماجرای اسلحه پدرش و نخستین تجربه جنسی او را می‌دانست. سنگ‌ها برای نفال به کار می‌روند. نام آنها اوریم و تمیم است. جوان دوباره سنگ‌ها را در کیسه گذاشت و تصمیم گرفت آنها را بیازماید. پیرمرد گفته بود پرسش‌های عملی مطرح کند، چون سنگ‌ها تنها به کسی خدمت می‌کنند که می‌داند چه می‌خواهد. سپس پرسید آیا دعای خیر پیرمرد هنوز همراهش است؟ یکی از سنگ‌ها را بیرون کشید، پاسخ بله بود. پرسید آیا گنجم را خواهم یافت؟ دستش را به داخل خورجین کرد تا یکی از سنگ‌ها را بیرون بیاورد. در همین هنگام هر دو از سوراخ پارچه بیرون افتادند. جوان هرگز متوجه نشده بود که خورجینش سوراخ شده. خم شد تا اوریم و تمیم را بردارد و دوباره داخل کیسه‌اش بیاندازد. روی زمین افتاده بودند، اما جمله دیگری به ذهنش آمدند. پادشاه پیر گفته بود احترام گذاشتن به نشانه‌ها و پیروی از آنها را بیاموز. یک نشانه
خندید. سپس 2 سنگ را از روی زمین برداشت و دوباره در خورجینش گذاشت. قصد نداشت سوراخ را بدوزد. سنگ‌ها می‌توانستند هر بار که می‌خواستند از آنجا بگریزند. فهمیده بود آدم نباید برخی چیزها را مورد پرسش قرار دهد، چون نباید از سرنوشت خیش گریخت. به خود گفت قول می‌دهم خودم تصمیم‌هایم را بگیرم. اما سنگ‌ها گفته بودند که پیرمرد هنوز با او هست و این به او اعتماد به نفس می‌بخشید. بار دیگر به بازار خالی نگریست و نومیدی پیش رو را در خود احساس نکرد. جهان بیگانه‌ای نبود، جهان تازه‌ای بود. خب، در نهایت دقیقاً همین را می‌خواست. شناختن دنیاهای تازه، حتی اگر هرگز به اهرام نمی‌رسید، همین حالا هم از تمامی چوپان‌هایی که می‌شناخت فراتر رفته بود. گفت اگر می‌دانستند در مسافتی کمتر از 2 ساعت حرکت با کشتی این همه چیزهای متفاوت هست. جهان تازه به شکل بازاری خالی در نظرش ظاهر شده بود، اما اینکه آن بازار را سرشار از زندگی می‌دید و دیگر هرگز آن را از یاد نمی‌برد. به یاد شمشیر افتاد. تماشای آن برایش بسیار گران تمام شده بود، اما پیش از آن هیچ چیز دیگری را مشابه با آن ندیده بود. ناگهان احساس کرد که می‌تواند همچون یک قربانی نگونبخت دزدان به دنیا بنگرد یا همچون ماجراجویی در جستجوی گنج. پیش از آن که از شدت خستگی به خواب فرو برود، اندیشید من ماجراجویی در جستجوی گنج هستم. کسی تکانش داد و بیدار شد. وسط بازار خوابیده بود و زندگی داشت دوباره در آن میدان آغاز می شد. در جستجوی گوسفندانش به پیرامونش نگریست و فهمید در جهان دیگری است. به جای آنکه احساس اندوه کند خوشحال شد. دیگر ناچار نبود به جستجوی آب و غذا برود. می توانست به جستجوی گنجش برود. یک پشیز هم در جیب نداشت، اما به زندگی ایمان داشت. شب گذشته تصمیم گرفته بود یک ماجراجو باشد، مانند قهرمانان کتاب‌هایی که اغلب می‌خواند. بی عجله به گردش در میدان پرداخت. دستفروش‌ها بساطشان را می‌گستردند. به مرد شیرینی فروشی در پهن کردن بساطش کمک کرد. مرد شیرینی فروش لبخندی متفاوت بر چهره داشت. شاد بود. برای زیست از خواب برخاسته بود. آماده برای آغاز کرده یک روز کاری خوب. لبخندی که به گونه‌ای یادآور لبخند پیرمرد بود. همان پیرمرد و پادشاه مرموزی که با او آشنا شده بود. فکر کرد این شیرینی فروش به خاطر شوقش به سفر و یا ازدواج با دختر یک بازرگان شیرینی نمیپزد. شیرینی میپزد چون این کار را دوست دارد و متوجه شد میتواند همان کاری را بکند که پیرمرد میکرد. میتوانست بفهمد کسی به افسانه شخصیش نزدیک است یا دور و تنها با نگریستن به او این را میفهمید. با خود گفت آسان است، ولی هرگز متوجهش نشده بودم. وقتی چیدن بساط تمام شد، شیرینی فروش نخستین شیرینی را که تازه پخته بود به او داد. جوان با لذت آن را خورد. سپاسگزاری کرد و به راه خود رفت. وقتی کمی دور شد، به یاد آورد که این بساط با همکاری یک عرب زبان و یک نفر اسپانیایی زبان برپا شد و با این وجود به خوبی یکدیگر را درک کرده بودند. اندیشید زبانی وجود دارد که از واژه‌ها فراتر است. پیشتر این زبان را با گوسفندها تجربه کردم و اکنون با انسانها تجربهش می‌کنم. داشت چیزهای گوناگون و تازه‌ای می‌آموخت. چیزهای کهنه‌ای که پیش از آن تجربهشان کرده بود و با این وجود تازگی داشتند، چون بی آنکه متوجهشان شود برایش رخ داده بودند و متوجهشان نشده بود، چون به آنها عادت کرده بود. اگر کشف رمز این زبان بی کلام را می‌آموختم، می‌توانستم جهان را کشف رمز کنم. پیرمرد گفته بود همه چیز تنها یک چیز است. تصمیم گرفت بی عجله و اضطراب در خیابان‌های طنجه قدم بزند. تنها بدین شیوه می‌توانست نشانه‌ها را درک کند. این کار نیازمند بردباری بسیار بود، اما این نخستین فضیلتی است که یک چوپان می‌آموزد. بار دیگر احساس کرد در آن جهان بیگانه دارد از همان درس‌هایی استفاده می‌کند که از گوسفندهایش آموخته بود. پیرمرد گفته بود همه چیز یگانه است.
بلور فروش به دمیدن روز نگریست و همان اضطراب هر روز صبح را احساس کرد. 30 سالی بود که همانجا بود، مغازه‌ای بالای تپه‌ای که به ندرت خریداری از آنجا می‌گذشت. اکنون برای دگرگون کردن هر چیزی دیر بود. در زندگیش فقط خرید و فروش بلور را آموخته بود. زمانی افراد زیادی مغازه‌اش را می‌شناختند. بازرگانان عرب، زمینشناسان فرانسوی و انگلیسی، سربازان آلمانی و همواره با جیب‌های پر از پول. در آن زمان فروش بلور یک ماجرای بزرگ بود و او در خیال خود تصور می‌کرد چگونه در دوران پیری ثروتمند می‌شود و چگونه زنان زیبا خواهد داشت. سپس زمان گذشت و شهر نیز دگرگون شد. سائوتا بیشتر از طنجه رشد کرد و تجارت کساد شد. همسایه‌ها از آنجا رفتند و تنها چند مغازه بالای تپه باقی ماند. هیچ کس به خاطر چند مغازه کوچک از تپه بالا نمی رفت. اما تاجر بلور حق انتخابی نداشت. 30 سال از زندگیش را با خرید و فروش اجناس بلورین زیسته بود و اینکه برای تغییر مسیر دیگر بسیار دیر بود. تمام صبح به جنب و جوش اندک درون خیابان خیره ماند. از سالها پیش همین کار را کرده بود و دیگر ساعت عبور هر کسی را می دانست. فقط چند دقیقه تا زمان نهار مانده بود که جوانک غریبی پشت شیشه مغازه‌اش ایستاد. لباسی معمولی به تن داشت اما چشم‌های با تجربه بلور فروش نتیجه گرفتند که پولی ندارد. با این همه تصمیم گرفت دوباره به داخل مغازه‌اش برگردد و چند لحظه منتظر بماند تا جوانک از آنجا برود. تابلویی بالای در آویخته شده بود که می‌گفت اینجا به چندین زبان صحبت می‌شود. جوانک دید که مردی پشت پیشخوان ظاهر شد. جوانک گفت اگر بخواهید می‌توانم تمام این جام‌ها را تمیز کنم. اینطور که هستند هیچ کس دوست ندارد آنها را بخرد. مرد نگریست بی آنکه چیزی بگوید. در عوض شما هم یک بشقاب غذا به من می‌دهید. مرد همچنان خاموش ماند و جوانک احساس کرد که باید تصمیم بگیرد. خرقه‌اش درون خورجینش بود. در صحرا دیگر نیازی به آن نداشت. خرقه‌اش را بیرون آورد و شروع کرد به تمیز کردن جام‌ها. در مدت نیم ساعت تمام جام‌های پشت شیشه را تمیز کرد. در این مدت 2 مشتری وارد شدند و از مرد اشیاء بلورینی خریدند. هنگامی که همه چیز را تمیز کرد، از مرد یک بشقاب غذا خواست. بلور فروش گفت برویم غذا بخوریم. تابلویی به در آویخت و به طرف قهوه‌خانه کوچکی در بالای تپه رفتند. همین که پشت تنه میز آنجا نشستند، بلور فروش لبخند زد. گفت نیازی به تمیز کردن چیزی نبود. قانون قرآن کریم ما را وامی دارد گرسنه را سیر کنیم. جوانک پرسید پس چرا گذاشتید این کار را بکنم؟ پیرمرد گفت چون بلورها کثیف بودند و هم تو و هم من احتیاج داشتیم ذهنمان را از افکار پلید پاک کنیم. وقتی غذا تمام شد، بلور فروش رو به جوان کرد و گفت مایلم در مغازه من کار کنی. امروز وقتی داشتی جام‌ها را پاک می‌کردی، 2 مشتری وارد مغازه شدند و این نشانه خوبی است. چوپان فکر کرد مردم خیلی از نشانه‌ها صحبت می‌کنند اما نمی‌فهمند چه می‌گویند. همانطور که من نفهمیده بودم سالها با زبانی بی کلام با گوسفندهایم صحبت می‌کردم. بلور فروش با تأکید بیشتری پرسید می‌خواهی برایم کار کنی؟ جوان گفت می‌توانم بقیه روز را کار کنم. تا صبح تمام بلورهای مغازه را پاک می‌کنم. در عوض به من پول کافی بدهید تا فردا خودم را به مصر برسانم. پیرمرد بیدرنگ خنده سر داد. حتی اگر کل سال تمام هم بلورهای مرا پاک کنی، حتی اگر از فروش هر کدام از آنها حق العمل خوبی بگیری، هنوز هم برای رفتن تا مصر باید پول زیادی قرض کنی. میان طنجه و اهرام هزاران کیلومتر صحرا فاصله است. برای لحظه‌ای چنان سکوت ژرفی حاکم شد که انگار شهر به خواب رفته بود. دیگر نه بازاری در کار بود، نه وراجی فروشنده ها، نه آدم‌هایی که از مناره بالا می‌رفتند و می‌خواندند و نه شمشیرهایی با دسته‌های جواهر نشان. دیگر نه امیدی بود، نه ماجراجویی، نه پادشاهان پیر و نه افسانه‌های شخصی، نه گنج و نه اهرام.
گویی سراسر جهان خاموش بود، چون روح آن جوان خاموش بود. نه دردی داشت و نه رنجی و نه یأسی، فقط نگاهی خالی به فراسوی در کوچک قهوه‌خانه و میل عظیمی برای مردن، پایان گرفتن همه چیز برای همیشه در همان دقیقه. تاجر بهت زده به جوان می‌نگریست، گویی تمامی آن سر شادی که آن روز صبح در خود داشت، ناگهان از چهرهش رخت بربسته بود. بلور فروش گفت: پسرم، می‌توانم برای بازگشت به کشورت به تو پول بدهم. جوانک همچنان خاموش ماند. سپس برخاست، لباسش را مرتب کرد و خورجینش را برداشت. گفت: آقا، نزد شما کار می‌کنم. و پس از سکوت دراز دیگری نتیجه گرفت: برای خریدن چند گوسفند به پول احتیاج دارم. برای شنیدن قسمت‌های بعد همراه ما باشید.